درود به مردم شریف ایران. امروز در خدمت آقای دکتر خاتمی هستیم در مورد چند مسئله‌ای که اخیراً اتفاق افتاده در مورد شخص خود شاهنشاه قانونی کشورمون. میخواستیم صحبت بکنیم در مورد تیمی که انتخاب کرده، در مورد مسئله‌ای که در برلین اتفاق افتاده. ما در مورد کسی داریم صحبت میکنیم که در 18 و 19 دی دیدیم در خیابون‌های ایران چه اتفاقی افتاد. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. جوانانی که خونشون کف خیابون ریخته شده بود با خون خودشون دکتر جان هم اسم ایران رو نوشتن و هم جاوید شاه نوشتن. ما از این مسئله نمیتونیم به راحتی عبور کنیم. این کسانی که میان نقد میکنن در 1402 شما دیدید در کنفرانسی که با مسیح علی نژاد با حامد اسماعیلیون نشسته بود، در مهمترین شرایط حال حاضر ایران اونجا رو ترک کرد، در مهمترین شرایط. آیا به نظر شما این منصفانه است که میشینن برای خودشون سطحی نگاه میکنن و سطحی قضاوت میکنن؟ درود بر مردم مبارز ایران، چه در ایران چه در خارج. محمود جان، ما یه اعتماد از صمیم قلب نسبت به پادشاه داریم. پادشاه ما در تبعید هست و در این صورت که اگر اعتماد بین ما نباشه، یعنی همونطور که ایشون تو تبعید هستن ما هم تو تبعید هستیم، یعنی ما باید اونو حس کنیم. دقیقاً. و تصمیماتی میگیره که مثلا آقای اعتمادی یا مثلا قبلا مسیح علی نژاد تصمیم میگیرن برای ما بهترین رو میخوان. اگرم ببینن که خوب نیست این تصمیم، خودشون ترمز دستی رو میکشن و میگن این خوب نبوده. دلیل نمیشه که ما مثلا سال 2023 که مسیح علی نژاد رو آوردیم توی اودونس پلاتس و صحبت کردیم و یک عالمه دردسر بادیگاردی داشتیم و همه اینا رو مهیا کردیم، ولی اون لحظه قابل اعتماد پادشاه بوده. دلیل نمیشه که الان بیان مثلا از من انتقاد کنن شما مسیح علی نژاد رو آوردی اینجا. نه، اون موقع باعث اعتماد بوده، الانم من بهش اعتماد ندارم چون خودشو نشون داده که قابل اعتماد نیست. اینا مسئله علاقه شخصی نیستش. دقیقاً. این تصمیمات تمام به صلاح انقلاب شیرخورشید یا باید باشه و ما قبول میکنیم یا اگرم نیست قبول نمیکنیم. یا مثل الانی که مثلا شاهنشاه قانونی کشورمون شاه رضا پهلوی با خانم شیرین عبادی نشستن، صحبت کردن، کنفرانس هایی داشتن، بالاخره تبادل نظرهایی بوده بینشون. ما اگر اعتماد نکنیم، همین اتفاقی که جمهوری اسلامی دوست داره میفته. اگر ما مردم ایران در پشت شخص خود شاهنشاه قانونی کشورمون، یه پرانتزی رو باز کنم دکتر عزیز، در سن 21 سالگی شاهنشاه کشورمون قسم یاد کرد در قاهره، جلوی همه قسم یاد کرد، قسم پادشاهی خورد. حالا خودشون میان میگن که صدا نکنید، این یه امر جداگونه است. خواسته شما چیه؟ ما صدا میکنیم، ما شاه کشورمون رو صدا میکنیم. خواسته مردمی که در 18 و 19 ده این همه جوون، بیش از 40,000 نفر جوون ما کشته ندادیم که بیایم حرفای ساده و از روی شکم یه حرفای زده شده رو قبول بکنیم. ما در مسیر خودش حرکت میکنیم، در مسیری که خواسته خود مردم هستش. آیا غیر از این کار دیگه ما میتونیم انجام بدیم؟ محمود جان، در مسیر، چه مسیره؟ این مسیر انقلاب شیرخورشیده، به صلاح مردم هستش. بله. یعنی آزادی شخصی اگر مثل زمان محمد رضا شاه فقید نباشه بهترم میشه. چرا؟ چون پادشاه ما تجربیات پدر بزرگشو داشت. بله. پدرشو داشت. و اینکه اگر قرار باشه، شما از آقای اعتمادی صحبت کردید، اگه قرار باشه همه کارا رو پادشاه خودش بکنه، اولا استرابش زیاد میشه، بعدش هم خب اونم
یه روزی مجبور میشه یک سری مسائل رو دیکتاتوری تصمیم بگیره، باید تقسیم کنه، بایستی شورا باشه. همونطور که اول انقلاب 57 طالقانی، مرحوم طالقانی میخواستش که شورا درست کنه که اومدن 2 روزه سرشو کردن زیر آب و کشتن. یعنی شورا خیلی مهم بوده و اگرم میشد این انقلاب 57 یه خیانت بوده توی چشم من، ولی 1 سال بعدش یک کودتا توی خود این خیانت شده که به اون منطقه رسیده که هیچ کسی اجازه نداشته صحبت کنه و آزادی‌های فردی هم از بین رفته. خب ما اینو استدلال دموکراسی که چیز میکنه. برای منم صحبت پادشاه ما اینه که پادشاه قول داده بیاد ما رو تا مجلس مؤسسان بیاره و اونجا ما بایستی بعد از اینکه قانونگذاری شد، یعنی گرامر دولت درست شد، این گرامر رو مصرف کنه. متوجه هستید؟ یعنی اگر میخوام قانون مشروطه رو چیز کنن، این یه گرامر هستش و میاد. شما ببین الان مثلا کلماتی که شما اگر بخوای مثلا به من اهانت کنیم، اساسش گرامره. دقیقاً. اگرم بخوای منو ببری بالا، با همون گرامره. یعنی گرامر یه چیز خنثاییه، بایستی انسان ها مصرف کنن برای ساختن کشور. پادشاه ما ایرانساز هستش و وطن پرسته. بله. این استدلال ما هستش. اگر شما میبینی آقای خانم شیرین عبادی رو برای این راه انتخاب کرده، تصمیمش 100% درست بوده و این خانم دیگه اون چپی نیستش که سرش از بتون میمونه، اصلا نمیتونی تغییرش بدی. این خانم اومده زیر سایه انقلاب شیرخورشید. حالا من برای خودم خیلی ساده کردم، میگم پادشاهی چپیه، پادشاهی راستی داریم، پادشاهی میانگین داریم. من خودم جزو پادشاهی میانگینم، میانی. یعنی من نمیام مثلا بگم که نه این بده، میگم عقیدهشو باید بگه، اگر عقیدهش خوب نبود من بهش میگم، انتقاد میگم. در وهله اول ایدئولوژی نیست که انسانها رو به هم نزدیک میکنه، بلکه انسانیته. و الان خطری که در ایران هست، فقط انسانها کشته نمیشن، انسانیت داره کشته میشه. همون اتفاقی که در 18 و 19 دی متاسفانه افتاد که الان یه سری از جوانان ما در بند هستن، هر لحظه امکان داره یه جوون دیگه ای اعدام بشه. مثل روزهای گذشته، ما اگر به خواسته های شخصی خودمون پایبند باشیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مردم عزیز، من یه چیزی رو شخصا میگم، اگر ما از مسائل شخصی و خواسته های شخصی خودمون کوتاه نیایم، یه دیکتاتوری بیش نیستیم. خیلی چیزا هستن در مونیخی که ما داریم میبینیم، کسانی هستن که فقط طبق خواسته های خودشون دارن پیش میرن و زمانی که کلمه دیکتاتور براشون استفاده میکنیم بهشون بر میخوره. نه، ولی من این کلمه رو استفاده میکنم. اگر کسانی که در راستای آزادی ایران حرکت میکنن اما با عقیده و نظر خودشون، اینها یه دیکتاتوری بیش نیستن. ما باید از خواسته های خودمون کوتاه بیایم. اگر یک رودی داره به یک سمتی میره، دکتر جان، نمیشه مخالف اون شنا کرد. ما باید در مسیر شنا بکنیم. ما باید با رهبریت شاه قانونی کشورمون در مسیرش حرکت بکنیم. اگر گفتن گروه‌های زیادی نزنید، گروه‌های زیادی رو نزنید. اگر گفتن گروه‌های ادغام بشه، مخالفت نکنید. پا بذارید رو خواسته هاتون، پا بذارید رو مشکلاتی که قبلا با اون شخص. دکتر جان، من اگر مشکلی با شما داشته باشم، اصل قضیه ما انقلاب شیر خورشیده. اگر من بخوام بگم نه ما نباید بریم با اونها ادغام بشیم، پا گذاشتیم رو خون 40,000 جوون. لحظه به لحظه به دخترامون، به پسرامون در بازداشتگاه ها و زندان ها دست درازی میشه، اهانت میشه. حکم اعدام چند نفر اومده. روزهای گذشته دیدیم هر روز دارن جوانای ما رو اعدام میکنن. هیچ صدایی از بین الملل
از رؤسای بین الملل در نمیاد، چون که بوی نفت اجازه نمیده که این صدا در بیاد، این صدا شنیده بشه. اگر ما پا روی خواسته های خودمون نذاریم، پا روی خواسته های شخصی خودمون نذاریم، این انقلابی که میخواد به ثمر برسه طولانی تر میشه. انتخاب بکنید، برید در خلوت خودتون به این موضوع فکر بکنید. اگر تونستید خواسته خودتون رو کنار بذارید، ما با سرعت تمام به این انقلاب نزدیک میشیم. دکتر جان، اگر این اتفاق نیفته، اگر از خواسته های شخصی خودمون کوتاه نیایم، این اتفاق و این انقلاب رخ نخواهد داد. اگرم رخ بخواد اتفاق بیفته، زمان زیادی میبره و زمانی که زمان زیادی ببره، جوانهای زیادی کشته میشن. ببین محمود جان، الان توی مونیخ هم یک جوان مبارزی هستش که اومده صحبت کرده. من خیلی افسوس میخورم، چون ما باید هیچ وقت نباید بریم توی حاشیه. بله، آسیب دیده چشمی هم هستش. بله، من اسمشو نمیارم چون مردم متوجه نمیشن. یکی رو یا میگن بده، یا یکی رو میگن راسته، یا بله. یکی رو تا پادشاهی نیستش میگن چپیه. نه، من اینطوری نیستم. من عادلانه دارم میرم، چون من زیر سایه انقلاب شیرخورشید. ولی ایشون یه کلمه‌ای گفت اپوزیسیون نیستش، مال اینه که حالا مستقیم یا غیر مستقیم پادشاهی خان نمیذارن اپوزیسیون درست بشه. همچین چیزی واقعا ناعادلانه است. بله. من بهتون میگم، من با شناختی که توی مونیخ دارم، ما تنها اپوزیسیونمون پادشاهه. یعنی تمام کسایی، ممکنه شما مثلا 100% طرفدار پادشاه باشین، من 99%. بله. اون 1%ش که اگر بازم من و شما اتحاد داریم، مال اینه که من و شما میدونیم تنها شانس ایران اپوزیسیون پادشاهی خواهی با رهبری رضا شاه پهلوی. بله. و میدونیم که شخص دموکرات هست و بهش اعتماد کردیم و این اعتماد ما رو نمیاد که ما رو مایوس کنه حتی بعدش. اگر ما الان از خواسته های شخصی خودمون نگذریم، بعد از انقلاب هم ممکنه انقلاب شیرخورشید دزدیده بشه. دقیقاً همینطور. ما بایستی دموکراسی رو تو هر کشوری که هستیم برای ایران به ارمغان ببریم و گروه‌های مختلف دموکرات هیچ وقت نمیذارن که یک دیکتاتور اصلا به وجود بیاد. زمانی که از خواسته های شخصی خودمون کوتاه بیایم، برای زیر سایه انقلاب شیرخورشید. زیر سایه. دکتر جان، این صحبتی که ما کردیم قسمت اول مصاحبه من با آقای دکتر خاتمی هستش. باز من تکرار میکنم، مردم عزیز، اونایی که برنامه گذار هستن، ما اگر از خواسته های قلبی خودمون و خواسته های شخصی خودمون کوتاه نیایم و در مسیر انقلاب حرکت نکنیم، نه اینکه این انقلاب به سرانجام نمیرسه، یا اگرم بخواد به سرانجام برسه زمان زیادی رو میبره و زمانی که زمان زیادی ببره، جوانهای زیادی کشته میشن، اعدامهای زیادی صورت میگیره. میبینید هر روز یک خبر داره میاد بیرون که یکی از جوانهای ما رو اعدام کردن. بله محمود جان، من از شما تشکر میکنم برای این مصاحبه‌ای که کردید با من میخوام بگم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، همونطور که گروه ما در صدد این کار هست، اینه که گروه آوای مهر، یعنی آوای جاویدنامان، آوای جانباختگان، آوای جانبازان و آوای مردمی که در خارج هستن، در اونها هم در مجموع در تبعید هستن و دلشون برای ایران میتبه، صدای اینها باشن. و ما به اتحاد ملی میهن پرستان مونیخ رو در نظر داریم درست کنیم که تمام فراخوانا همونطور که فرمان پادشاه بوده زیر یک پوشش بیاد، در یک روز یک فراخوان باشه، نه اینکه 3 تا فراخوان که ایرانیای عزیز ما که توی مونیخ وقت گرانبهاشون رو میذارن و میان
برای ایران قدم میذارن دچار شبهه نشن و ما یک اتحاد ملی در مونیخ علل خصوص احتیاج داریم که این انقلاب شیر خورشید در مونیخ خاموش نشه و نره توی فضای مجازی، بلکه تو فضای حقیقی هم وجود داشته باشه. در صورتی که خواسته های شخصی خودشون کوتاه بیان. بله. در آخر کلام، یک ملت، یک پرچم، یک شعار، جاوید شاه.